سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. چند نفر از بچه ها از من پرسیده بودن که نحوه آزادسازی مدارک یا همون لغو تعهد آموزش رایگان به چه صورته. کار روتینیه ولی خب تصمیم گرفتم یه ویدیو براش درست کنم تا هر کسی که نمیدونه یه دید کلی نسبت به قضیه داشته باشه. و خب مطمئنم که بعد از انتشار این ویدیو کل تلگرام پر میشه از مراحل انجام این کار. حالا بماند. خب برای این کار اول توی کروم سرچ میکنیم سامانه سجاد، یعنی همون سامانه جامع امور دانشجویان. پیج اول رو باز میکنیم. خب اگر پروفایل دارین که وارد پروفایلتون میشین، اگر نه ثبت نام میکنید، واسه خودتون اکانت میسازین. من اینجا وارد پروفایلم شدم و بعد از قسمت خدمات وارد اداره کل امور دانشجویان داخل میشم و بعد وارد قسمت لغو تعهد آموزش رایگان. خب از این قسمت با قوانین گفته شده موافق هستم، دیگه چاره دیگه نداریم. بعدی این قسمت میزنم مقطع کارشناسی پیوسته رشته عمران. بچه یه نکته یادم رفت بگم، این آزادسازی مدارک فقط و فقط مخصوص دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و سراسریه. دانشگاه آزادیا باید یه پروسه دیگه داره آزادسازی مدارکشون، اصلا نیازی به ثبت تو این سامانه نداره. اونا مستقیما باید با خود دانشگاه در ارتباط باشن. خب گرایش عمران، وضعیت تحصیلی فارغ التحصیل. بعدی خب نظام وظیفه که ما نداشتیم، میایم پایین تر. نیم سالا اینجا هستش. این قسمت برای صندوق رفاه، اگر خوابگاهی بودین باید با صندوق رفاه، یا اگه وام دانشجویی گرفتین باید تسویه کنید حتما و نامه تسویه رو هم اینجا آپلود کنید. پس این یه مرحله دیگه داخل سایت صندوق رفاه داره، اونجا باید حتما تسویه رو انجام داده باشین. حتی اگر 1 ریال هم بدهکار باشین، پروسه شما یعنی درخواست شما ارسال نمیشه، باید کامل تسویه کرده باشین. خب این اطلاعات نیم ساله ها هستش و بعد لغو تعهد. نوع درخواستتون رو باید اینجا مشخص کنید. اگر سابقه کار دارین که این گزینه رو انتخاب میکنید و سابقه کار و بیمه‌تون رو وارد میکنید، یا اگه نمیخواین نقدی پرداخت کنید این قسمت رو میزنید و اگه نامه عدم کاریابی دارین و میتونید ثابت کنید که کاری پیدا نکردین، میتونید از این قسمت استفاده کنید که با هزینه خیلی خیلی کمتر بتونید مدرکتون رو آزاد کنید. حالا اگر خواستین و استقبال شد یه ویدیو هم راجع به فوتوفنای این قسمت براتون درست میکنم که چجوری نامه عدم کاریابی بگیریم و بتونیم مدرکمون رو با هزینه خیلی کمتر آزاد کنیم. خب من حالا اینجا پرداخت رو میزنم و آیا در دوره تحصیل پرداخت حین تحصیل بابت آموزش رایگان لغو تعهد داشتید؟ نه نداشتم. مبلغ رو نمیخواد وارد کنیم، مبلغ مستقیما خود دانشگاه به شما اعلام میکنه و بعد کپچا رو میزنید و درخواستتون رو ارسال میکنیم. در نهایت بعد از حداکثر 7 روز کاری یه همچین نامه‌ای برای شما ارسال میشه که در این نامه گفته شده تعهد شما لغو شده و این نامه رو برای دانشگاه میفرستین و دانشگاه دیگه کارای اداریشو خودش انجام میده و در نهایت شما هزینه رو پرداخت که کردین از طریق پورتال دانشجوییتون حضوری تشریف میبرین دانشگاه و مدرکتون رو میگیرین به همین راحتی. خب دوستان بازم اگه سوالی بود ازم بپرسین، جواب میدم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.